قرار بود یه سگانه‌ای بگم برای مسیر سال تحصیلی که اولیش هدف گذاری بود، یه مختصری گفتم، دومیش برنامه‌ریزی بود، سومی که الان میخوام بگم اینه که تلاش برای اجرای برنامه. بچه‌ها انگیزه مهمترین عاملی که شما باید داشته باشی. خیلی پیش میاد اولیا میاد پیش ما بچه‌شون رو ثبت نام کنن، میگن این بچه چه مؤدبیه، مرتبه، کاراشو انجام میده، پای تحصیلی و خوبی داره، خانواده همه چیز در اختیارش قرار بده، فقط انگیزه نداره. این یه دور هم شما زحمت بکشید. در صورتی که انگیزه واسه اصلی و شریعته. آدم اگر انگیزه کافی داشته باشن هر کاری رو انجام میدن. مدارس خوب مدارسی هستن که برای ایجاد انگیزه بچه‌ها دیگه دغدغه‌ای نداشته باشن. بچه‌ها بیشتری کسی که میتونه برای شما انگیزه ایجاد بکنه خودتون هستی. خودت باید برای خودت اینقدر ارزش قائل باشی که بدونی این موجود که خودت هستی چنان شایستگی‌هایی داره که باید به جایگاه ارزشمندی برسه. این میشه انگیزه. وقتی رو پیدا کنی این عبارت به کار میاد. کسی که چرایی زندگی را فهمیده باشه با هر چگونگی کنار میاد. دیگه اون وقت دنبال بهانه نیستی. بهانه چیزی که همیشه در دسترسه. برای انجام ندادن هر کاری در لحظه میشه ده‌ها بهانه پیدا کرد. اینها را از خودتون سلب کنید، خودتون رو خلق اصطلاح کنید و همواره برای عوامل انگیزشی ارزش قائل باشید. حالا چیزی بنویسید، به دیوار اتاقتون بزنید، دستبندی ببندید، با خودتون جمله تأکیدی رو مرور کنید و همواره خودتون رو با این انگیزه 4 تا سر پا نگه دارید. برای خودتون یه عبارت‌هایی مثل خستگی ناپذیر بودن، مثل پرتلاش بودن، مثل سخت کوش بودن رو توی دستگاه ارزشتون بیارید. برنامه‌ها ضمانت اجرایی میخوان و عامل ضمانت اجرایی تکرار مکرر و ارتقای همواره انگیزه‌های شماست. شما ارزشش رو دارید.